به نام خدا، عرض سلام و احترام خدمت کاربران عزیز زرین کوین. در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی دیگه از تحلیل‌های بیت کوین. خب دوستان، همونطور که در روز 12 فروردین ما گفتیم که انتظار یک حرکت صعودی داریم، صعود اتفاق افتاد. دقیقاً از سناریوی دوم ما بود که ما 6 فروردین یا 6 بود یا 7 بود، دقیق در خاطر ندارم، اما بهتون گفتم ما دو سناریو داریم. از همین اوردر بلاک میتونیم برگردیم نقدینگی های بالا رو جمع کنیم که دقیقاً همچین اتفاقی هم افتاد. و اگر تایم فریم 4 ساعته هم بررسی کنید، گفتم با شکستن این خط روند RSI حرکت صعودی میتونه شکل بگیره و حتی بهتون گفتم که اگر بتونه بالای محدوده EMI 50 تثبیت بده، میتونه در محدوده 85 یه سیل کوچیک بهتون بده و بعد حرکت صعودی اتفاق بیفته. حتی اومدیم در مارکت گفتیم این میتونه امواج الیوت باشه، موج 1، موج 2، موج 3، موج 4 و موج 5 که اتفاق افتاد و محدوده ما تونست به زیبایی برخورد بکنه. اما دیروز 2 آوریل ما اخبار ترامپ رو داشتیم. بهتون گفتم تا روز خبر بازار میتونه حرکت صعودی بکنه. حتی وقتی که سخنرانی آقای ترامپ شروع شد، بازار یک حرکت شدیداً صعودی انجام داد تا اوردر بلاک اصلی ما، درسته؟ اما به محض اعمال تعرفه ها خب بازار ریخت. حالا این تعرفه ها چیه؟ ما در سایت زرین کوین اومدیم یه گزارش آقای آریامهر طوفانی، اینجا بدترین عملکرد بیت کوین در 3 ماهه اول سال 2018 اومدن یک نکته جالبی رو بررسی کردن. در اینجا در مورد 2 آوریل صحبت کردن و گفتن که طبق این نموداری که اینجا گذاشتن، عدم اطمینان اقتصادی در سطح بالایی قرار داره. یعنی چی؟ یعنی سرمایه گذارانی که در بخش های مختلف سرمایه گذاری کردن با این روی کرده ترامپ زیاد موافق نیستن و ریسک نمی کنن، در نتیجه دارایی های خودشونو از مارکت بیرون میکشن. شما الان ببینید، ما اگه هیت مپ استاک مارکت رو نگاه کنیم همش قرمزه. یعنی شما نگاه کنید شرکت هایی مثل اپل، مثل انویدیا، مثل آمازون، مثل متا، مثل مایکروسافت، همه ریزش سنگین داشتن، درسته؟ این یعنی چی؟ یعنی خروج سرمایه داشتیم دیگه. یعنی سرمایه گذارهای بزرگ اومدن سرمایه های خودشون رو آوردن بیرون. چرا؟ چون احتمال حرکت تلافی جویانه از طرف دولت های دیگه وجود داره و این جنگ اقتصادی که آقای ترامپ شروع کرده یک عدم اطمینان تو سرمایه گذار ایجاد میکنه و باعث ریزش میشه. آیا این میتونه ادامه دار باشه؟ خب برای کوتاه مدت میتونه بد باشه، اما شاید برای بلند مدت ما نمیتونیم فقط یک حالا یه سمت قضیه رو ببینیم. شاید برای بلند مدت اصلا آقای ترامپ موفق بشه و بتونه بله همون روز آزادی باشه که داره در موردش حرف میزنه. اما فعلا برای بیت کوین جالب نیست، فعلا برای بیت کوین وضعیت خوشایندی نیست و با توجه به این کندل قرمزی که ما میبینیم میتونیم حدس بزنیم که خیلی از سرمایه گذاران اومدن سرمایه خودشون رو چیکار کردن؟ خارج کردن. دقیقاً محدوده‌ای که ما انتظار داشتیم برخورد کرد و اگر نقدینگی ها رو بررسی کنیم در این ناحیه، بسیاری از نقدینگی های بالا زده شد. فقط در تایم فریم بالا، تایم فریم 2 هفتگی، نقدینگی 88965 تا 89000 دلار زده نشده. حالا چه اتفاقی برای مارکت میفته؟ زمانی که مارکت یه همچین حرکتی میکنه، یعنی یک همچین کندلی زده میشه، خب عده زیادی سرمایه‌شون رو از دست میدن، عده زیادی لیکوید میشن و یک ترس عظیمی در بازار ایجاد میشه. اصولاً بعد از زدن همچین کندل هایی بازار وارد یک محدوده رنج میشه، یعنی حرکت زیادی اتفاق نمیفته تا زمانی که ما نقدینگی داشته باشیم. اما اینجا رو ببینید، ما یه اوردر بلاک
مهم داشتیم که این اوردر بلاک ما تونسته جلوی ریزش رو فعلا بگیره. با شکستن این اوردر بلاک ما میتونیم ریزش بیشتری رو تجربه کنیم. بازار اومده زیر ایمای 50 قرار گرفته. اوردر بلاک اصلی ما یعنی محدوده 82597 تا محدوده 81334 فعلا میتونه از ریزش قیمت جلوگیری کنه. اما اگر این ناحیه از دست رفت ما باید برگردیم تایم فریم 4 ساعت و تایم فریم بالاتر هم بررسی کنیم. خب تایم فریم روزانه رو بررسی میکنیم. اینجا رو ببینید، ما کندل پریروز رو کامل اینگولف کرده. درسته این کندل میتونه خیلی کندل بدی باشه و ادامه ریزش رو ما داشته باشیم. ادامه این ریزش میتونه تا محدوده های در تایم فریم روزانه تا 78575 ادامه دار باشه. من حدس میزنم که اصلا یک کف پایین تر هم داشته باشیم، چون که این ریزش میتونه بسیار بیشتر باشه. اما به نظر من تا روز دوشنبه میتونه بازار در رنج قرار بگیره و حرکت آنچنانی ما تو مارکت نبینیم، مگر اینکه حالا اتحادیه اروپا بیاد دوباره یه تعرفه‌ای علیه آمریکا اعمال کنه، اقدامات تلافت جویانه کشورها رو ببینیم و مارکت هیجانی تصمیم بگیره. وگرنه اگر اتفاق خاصی نیفته به نظرم بازار میتونه وارد یک رنج بشه. اما ما الان رو سناریوی نزولی خودمون هستیم. اگر هفتگی هم بررسی کنیم، کندل هفته گذشته که یک شنبه بسته شده بود، اگر دقت کنید کندل قبلی کامل اینگولف کرد و میتونه اتفاق بدی باشه و ریزش بیشتری ما متصور بشیم. من اگر بیام یک فیبوناچی هم بکشم رو این موج نزولی، تقریبا میشه گفت به محدوده 38% فیبوناچی ما واکنش نشون دادیم که میتونه نشون دهنده ریزش سنگین تر مارکت باشه. EMI 50 هفتگی تقریبا میشه 77764. این ناحیه مهمترین ناحیه هفتگی ما خواهد بود، یعنی کندل ما نباید زیر 77647 بسته بشه، وگرنه میتونیم ادامه ریزش رو داشته باشیم تا محدوده $67000 هم به نظرم میتونیم ریزش داشته باشیم در صورت از دست رفتن این EMA. پس بسیار حواستون به مارکت باشه، مارکت میتونه بسیار خطرناک باشه تو این چند روزه. خب برگردیم تایم فریم ماهانه هم یه بررسی بکنیم. در تایم فریم ماهانه ما یه گلدن پاکت داشتیم. گلدن پاکت ما میشه چی؟ ما اگر بیایم تقریبا از این ناحیه یک فیبوناچی رسم کنیم، گلدن پاکت ما میشه محدوده بین 79299 تا محدوده 72165 که ما به قشنگی به این ناحیه واکنش نشون داده و میتونه این ناحیه برگشت بده قیمت رو. اما معذرت میخوام. خب نگاه کنید، الان امکان داره که ریزش ادامه دار باشه تا 72213. درسته؟ یعنی این ناحیه ما میتونیم تا این ناحیه ریزش داشته باشیم. اگر کندل ماهانه زیر 72000 بسته بشه، بازم میشه گفت که اتفاق خیلی بدی میفته و به شدت خطرناک خواهد بود. نباید ما 70 رو از دست بدیم، چون ترس وحشتناکی وارد مارکت میشه و بازار رو میتونه بیشتر به سمت پایین سوق بده. موج ریزشی که ما الان در تایم فریم یک ساعته داشتیم، اگر بخوایم بررسی کنیم این ناحیه هم تقریبا میشه گفت، یعنی من اگه بخوام 23% فیبوناچی هم بیارم، حد اقلی اصلاح خودش رو زده و میتونه ریزش سنگین تر باشه. گفتم بهتون با از دست رفتن این محدوده ما میتونیم ریزش خیلی سنگین تری تو مارکت ببینیم اگر اتفاق تلافت جویانه‌ای شکل بگیره، وگرنه به نظر من
مارکت میتونه رنج باشه. خب پس محدوده های مهم رو ما اعلام کردیم. زمانی بیت کوین سعودی میشه که اصلا 95,000 دلار رو به بارا بشکنه. پس شما فعلا منتظر بازار سعودی تو بیت کوین نباشید، چون ما زمانی برمیگردیم تو بازار بولیش که 95 شکسته بشه. اما مهمترین محدوده‌ای که نباید از پایین شکسته بشه، بهتون گفتم ما نباید 70 رو از دست بدیم، 72 و 70 رو نباید از دست بدیم. بسیار محدوده مهمی از لحاظ تکنیکال برای ما هستش. دامیننس بیت کوین هم اگر بررسی کنیم، دامیننس بیت کوین خب در تایم فریم روزانه ما اون خط روندی رو که قرار بود داشته باشیم هنوز داریم. حرکت صعودی رو کامل میتونیم رعایت کنیم. زمانی بازار میتونه مخصوصا آلت کوین ها حرکت صعودی کنن که ما این خط روند رو از دست بدیم. دامیننس تتر هم که ما مجددا به کف کانال واکنش نشون دادیم. از کف کانال حرکت شدید صعودی ما داشتیم به سمت اوردر بلاکی که 12 فروردین بهتون گفتم. ببینید دقیقا ما از این اوردر بلاک برگشتیم، درسته؟ اگر این اوردر بلاک به سمت بالا شکسته بشه، یعنی 5.54%، اگر به سمت بالا شکسته بشه میتونه تا خط میدلاین حرکت صعودی خودش رو انجام بده و منجر به ریزش سنگین‌تر در مارکت بیت کوین بشه. اتریوم هم یک بار دیگه اگر بررسی کنیم، وضعیت اتریوم همچنان وضعیت جالبی نیست. محدوده مهم اوردر بلاکی ما همچنان داره حمایت میکنه از ریزش بیشتر اتریوم. این محدوده به نظر من اتریوم میتونه تا محدوده های 1500 الی 1482 ریزش داشته باشه. بسیار محدوده های مهمی هستن، اما با شکستن این محدوده ها اوضاع اتریوم اصلا جالب نخواهد بود. پس حواستون به این محدوده ها باشه. کاردانو بهتون گفتم در تایم فریم روزانه ما کاردانو رو کامل بررسی کردیم. مهمترین محدوده‌ای که شما میتونید خرید داشته باشید، ما این اوردر بلاک از دست دادیم، پس من این اوردر بلاک دیگه نمیخوام، پاکش میکنم. مهمترین محدوده‌ای که میتونه برای خرید مناسب باشه محدوده 61 تا 57 سنت هستش که شما میتونید خریداتون رو اونجا انجام بدید. اگه این ناحیه از دست بره، مهمترین محدوده‌ای که تو کاردانو نباید از دست بره 52 سنت هست. با از دست رفتن 52 سنت امکان ریزش سنگین‌تر تا 33 سنت هم وجود داره. پس حواستون به کاردانو باشه. لایت کوین بهتون گفته بودم از 6 فروردین دارم در مورد لایت کوین باهاتون صحبت میکنم، میگم نزولیه. این اوردر بلاکی هم که فعلا تونسته بود از ریزشش جلوگیری کنه داره از دست میره. شما ببینید از 6 فروردین اگر رو کاردانو ضریب 5 ضریب 10 هم شورت بودی تقریبا 150% سود میکردید، درسته؟ 15% کاردانو ریزش داشته، لایت کوین ریزش داشته و میتونستید این ریزش کامل بگیرید که میتونه تا محدوده های 76 دلار ادامه دار باشه. پس حواستون به کاردانو باشه. سولانا دقیقاً تارگتی که در 6 فروردین بهتون گفتم، سولانای 116 دلاری نهایتاً تا سولانای 112 دلاری اتفاق افتاد. از اوردر بلاکی که ما اعلام کردیم سولانا ریخت، تقریبا چند درصدی بهتون سود میداد. به این سولانا حدوداً 21% ریخت. شما اگر ضریب 10 هم وارد معامله شورت میشدید 210% در این چند روز تعطیلات در سود بودید. نات کوین که دوستان در گروه در موردش صحبت کرده بودن دقیقاً داره طبق تحلیل ما پیش میره و اون تری درایوی که میخواستم و داره بهمون میده. نات کوین میتونه تا محدوده 201579 ریزش داشته باشه.
ارز ریپل محدوده حمایتی بسیار مهمی رو داره. همچنان این محدوده یعنی ناحیه 2/212 تا محدوده تقریبا 1/90 محدوده بسیار مهم ریپل هست که همچنان داره حمایت خودش رو انجام میده. ریپل اگر این نواحی رو از دست بده میتونه تا محدوده تقریبا 1/61 $، ریزش داشته باشه. پس حواستون به ریپل باشه. من بعید میدونم ریپل انقدر ریزش داشته باشه. اصولا ریپل در بازارهای خرسی مقاومت خوبی در مقابل ریزش از خودش نشون میده و اخبار مثبت و فاندای مثبت هم برای ریپل زیاده. دوج کوین ریزش سنگینی داشت و تقریبا تا اوردر بلاک اصلی خودش که اینجا میشه حرکت کرد. درسته؟ من رنگش رو به رنگ سبز در میارم که کامل مشخص بشه. دوج کوین به نظرم در نقطه خرید مناسبی قرار داره. اگر اهل ریسک هستید میتونید مقداری از سرمایه خودتون رو به دوج تبدیل کنید. محدوده مهمیه. محدوده بعدی مهم میتونه این محدوده باشه، تقریبا 12 سنت، و محدوده که دیگه برای خرید بسیار عالی میشه این محدود است، یعنی ناحیه 10 سنت و شاید یک مقدار پایین تر محدوده عالی برای خرید و سرمایه گذاری میشه. 6 سنت دیگه اگه بیاد پایین من خودم میخرم، دوج کوین رو خریدار خواهم بود. خب امیدوارم از تحلیل امروز لذت برده باشید و سوالی، پیشنهادی، چیزی اگه داشتید هم در کامنت هم در گروه تلگرام ما در خدمتتون هستیم. موفق و پیروز باشید.